فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان بار اول درباره حادثه‌های اخیر در ولایت که 3 کشته و دست کم 16 زخمی به جا گذاشت اظهار نظر کرد. در ویدیوی 15 دقیقگی که فیضوف را از پهلو ثبت کردند و او ظاهرا به نمایندگان مقامات بیانات داده ایستاده است، یادگار فیضوف میگوید سببگار اساسی حادثه‌های اخیر نفس بد حبیب محمدوف، یک کارمند میلیسای از دهه تقدیم نویه روشقله شد که به خاطر فایده شخصی دست به کروپسیا زد و به حادثه‌هایی که در آخر با خونریزی انجامید آغاز گذاشت. یادگار فیضوف نقل میکند که روزهای گروگان گرفتن یاردمچی پروکورور روشقله در سفر بود و این خبر را از معاون اولش و رئیس دستگاه شنید. فیضوف گفت بعد چنده شاهنظر و همان دختری که در قضیه یاردمچی پروکورور جبر به شمار میرفت همراه پدرش و چند کس دیگر خواهش ملاقات با او را کردند. فیضوف گفت معاون اولش علیشیر میرزانبات را هم دعوت کرد و عرض دختر و همراهان او را شنید. دختر به رئیس اون وقتی ولایت نقل کرده است که او را از روسیه دیپورتاسیون کردند و وی بعد بازگشت میخواست که با نام و نسب نو شناسنامه را گرفته باز به روسیه رود. همدهش حبیب محمدوف که در میلیسا کار میکند به شاهنظر و وعده داده است که در عوض 300 سامانه و یک بز مشکلیش را حل میکند، اما محمدوف از پدر شاهنظرف پول بز را گرفت و کار این دختر را بود کردن نتوانست و پیشنهاد کرده است که با یاردمچی پروکورور نویه گپ زند. وی کارش را بود میکند. عبیرزاده به شاهنظر و پیشنهاد کرده است که واخورند و مصلحت کنند. به گفته یادگار فیضوف این گپ به جوانان محلی رسیده است و آنها یاردمچی پروکورور را داشته استنتاق کردند که چرا به دختران محلی میرسی. یادگار فیضوف میگوید وقتی شاهنظر و او پدرش با گروه به ملاقات او آمدند چند بار برگشته از دختر پرسید که آیا یاردمچی پروکورور نسبت به وی یگان کار بد کرد یا یگان گپ بد گفت، ولی اون دختر بنا به نقل فیضوف گفته است که نه فقط زنگ زد که و میخوریم و مسئله شناسنامه را مصلحت کنیم. فیضوف میگوید این گپ دختر به جوانانی که همراهش آمده بودند نفورید و آنها دختر را ملامت هم کردند که برایش همه اون گپ‌هایی رو که به ما گفته بودی نگفتی. فیضوف گفت دختر از وی هم خواهش کرده است که برای گرفتن شناسنامه نو کمکش کند تا که وی به روسیه برگردد، ولی فیضوف این را همچون یک کار غیر قانونی رد کرده به دخترم فهمانده است که این فایده ندارد، چون که از ایزی چشم و انگشت کی بودن او را در روسیه معلوم میکنند و یا دیپورت میشود یا زندان. بعد این شاهنظر و پدرش خواستند تا کارمندان میلیسا پول و بز آنها گرفتهاش را برگردانند. فیضوف در ثبت میگوید در آن ملاقات آن جوانان را هم برای گروگان گرفتن یاردمچی پروکورور را ثبت کردن اظهارهای او نکویش کرد. محض همین حادثه باعث شد که مقامات به ضد چند ساکن تفدیم از جمله گلبدین زیوبیکوف با اتهام گروگانگیری و تحقیر و لطوکوب نماینده دولت پرونده کشایند. زیوبیکوف روز 25 نوامبر هنگام بازداشت کشته شد و مرگ او منجر به اعتراضهای دوامدار و خونین در بدخشان گردید. یادگار فیضوف گفت اگر حبیب محمدوف وقتی دید که کار دختر را بود کردن نتوانست پول و مال آنها را برمیگرداند یگان گپ نمیشد. او به این دلیل این کارمند میلیسا را گناهکار اساسی زنجیره حادثه های نامید که به خونریزی و اعتراضهای اخیر آورد.